سلام سلام. یک روز بارانی، بارش باران و برف مال قبل بوده، ولی نما تو این هوا واسه کار. اینم از پناهگاه من، اینم از هاپو دیور. اسمش دیوره. البته عذرخواهی میکنم اونایی که اسمشون دیوره، ولی خب خریداری شده اسمش دیور بوده. بله، این پناهگاه منه این روز بارونی. بله، همونطور که مشاهده میکنید این پناهگاه. اومدم اینجا. اینم آتیش. چای بفرمایید دوستان. اینم قوطی چای میذاریم. اینم آتیش من، ابزار کار. پناهگاه خوبیه. آها دوستان گلم، جاتون خالی، جای باصفا دنج. البته این آب هم چشمه هم آب بارونه و برفه. آب شده، سرازیره، داره میاد. ولی افسوس این درخت چپه شده و طبیعتمون یه خورده خراب شده. آره دوستان. خب فعلا با اجازه دوستان گلم